هشتم، پیش از شروع شرایط کار را کاملا فراهم کنید. میزان کاری شما هرچی باشد توانایی های بالقوه شما بیشتر از آن است که تا کنون به عادت در آمده است. یکی از بهترین راه های غلبه بر تنبلی و انجام زودتری کارها آن است که قبل از شروع تمام چیزهایی را که برای انجام کارتان نیاز دارید آماده کنید و دمی دست بگذارید. وقتی مقدمات و ابزاری کارتان آماده باشد، مانند یک تیرانداز تفنگی آماده و پر در دست دارید و یا مانند یک کمانگیر تیر را در کمان گذاشته به عقب کشیده و آماده تیراندازی هستید، حالا فقط کافی است تصمیم بگیرید و از مهمترین کار شروع کنید. این کار درست مانند آماده کردن مواد موردی نیاز برای درست کردن یک غذا، مثلا یک قورباغه بزرگ است. شما تمام مواد غذایی مورد نیاز را پیش خودتان میگذارید و سپس مرحله به مرحله شروع به آماده کردن غذا میکنید. برای شروع میز کارتان را تازه کنید و فقط یک کار پیش رویتان باشد و اگر لازم دانستید بقیه چیزها را روی زمین در پشت سرتان بگذارید. تمام اطلاعات، گزارش‌ها، جزئیات کار، مقالات، وسایل کار و هر چیزی را که برای انجام و اتمام کار نیاز دارید جمع آوری کنید. همه را دمی دست بگذارید و طرزی که برای دسترسی به چیزهای مورد نظرتان احتیاج به خواستن و این طرف و آن طرف رفتن نداشته باشید. مطمئن شوید که تمام ابزار مورد نیاز برای نوشتن، دیسک های اطلاعاتی، راه های دسترسی به منابع، آدرس های پشت الکترونی مورد نیاز و هر چیز دیگری که برای شروع، ادامه و اتمام کار نیاز دارید دسترس است. جای کار خود را آماده کنید به طوری که برای کار طولانی مدت جای راحت و جذاب باشد. مخصوصا مطمئن شوید که میزتان راحت است و پشتی خوبی دارد و وقتی روی آن می نشینید کف پاهایتان کاملا روی زمین قرار می گیرد. انسان‌های فعال و پرکار برای ایجاد محیط کاری که کار کردن در آن لذت بخش باشد وقت صرف می کنند. هرچی محیط کاری شما تمیزتر و مرتبتر باشد، شروع و ادامه کار برایتان راحت تر است. یکی از تکنیک‌های غلبه بر تنبلی، قورت دادن قورباغه این است که قبل از شروع به کار همه چیز را کاملا آماده کنید. وقتی همه چیز با نظم و ترتیب در برابر شما قرار گرفته باشد، با میل و رغبت بیشتری دست به کار می شوید. واقعاً حیرت انگیز است. چه کتاب ها که هرگز نوشته نمی شوند، چه درجات علمی که هرگز گرفته نمی شوند و چه بسیار کارهایی که می توانستند زندگی آدم ها را دگرگون کنند اما هرگز به انجام نمی رسند. فقط به این دلیل که مردم اولین قدم را که تهیه مقدمات است بر نمی دارند. لس آنجلس انسانهای زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب می کند که در آرزوی نوشتن یک فیلم نامه موفق و فروختن آن به یکی از استودیوهای آن منطقه هستند. این انسانها به لس آنجلس می آیند و سالها کارهای سطحی پایین می کنند به این امید که یک فیلم نامه معروف بنویسند و بفروشند. اخیراً نشریه لس آنجلس تایمز گزارشگری را به بولوار ویلشایر فرستاده بود تا با رهگذرها مصاحبه کند. این گزارشگر از هر کس که به اون نزدیک می شد این سوال را می پرسید: فیلم نامه‌تان چطور پیش می رود؟ و از هر 4 نفر 3 نفر جواب می دادند تقریباً تمام شده. متاسفانه واقعیت این است که تقریباً تمام شده به احتمال زیاد به این معنی بود است که هنوز شروع نشده. نگذارید این اتفاق برای شما بیفتد. وقتی می نشینید و همه چیز حاضر و آماده در برابر شما قرار دارد، وضعیت فیزیکی انسان‌های کارآمد را به خود بگیرید. پشتتان را صاف کنید. کمی از پشتی صندلی فاصله بگیرید و به پیش سمت کار مائل شوید. طور رفتار کنید که انگار واقعاً شخصیت کارآمد، مؤثر و موفق هستید.
آن وقت اولین موردی کار را به دست بگیرید و به خودتان بگویید خوب کار را شروع میکنم و با کار درگیر شوید و پس از آن که کار را شروع کردید همچنان ادامه دهید تا آن را به پایان برسانید. قورباغه را قورت بده. نگاه دقیق به میز کار خود بیاندازید، هم در خانه و هم در محل کار. آن وقت از خودتان بپرسید چطور آدمی در چنین جای کار میکند؟ هرچقدر محیط کارتان تازه تر و مرتب تر باشد، بیشتر احساس مثبت بودن، خلاقیت و اعتماد به نفس میکنید. همین امروز تصمیم بگیرید که میز کار و دفتر خود را کاملا تمیز و مرتب کنید تا هر بار که پشت میزان می نشینید احساس کنید که فرد مؤثر، کارآمد و آماده پیشروی و موفقیت هستید.